وقتی 14 سالم بود وارد ارکستر شدم. خیلی زود پیشرفت کردم و شدم دست چپ کنسرت مایستر. علاقه من به فراگیری و شاگردی برای اساتید موسیقی باعث شد در سن 18 سالگی اولین هنرجو به من پیشنهاد بشه. از همون موقع بود که تلاشم شروع شد تا بتونم موسیقی رو به راحت ترین شکل و قابل درک به بقیه انتقال بدم. به مرور زمان باز هم شاگردی کردم و به داشته‌هام اضافه کردم. باز هم اونا رو در اختیار بقیه گذاشتم تا به امروز که دیگه اونو دارم با عشق در اختیار کل دنیا میذارم. این برنامه آموزشی شاید بتونه برای خیلیا راهگشا باشه. شاید مسیر زندگی افرادی رو عوض کرد. شاید خیلیام نتونن از پس هزینه ها بر بیان. پس بهترین حمایت اینه که ما رو به اشتراک بذارید. لطفاً در یوتیوب هم دنبالمون کنید. ارادتمند شما، مصطفی فرازمند. موسیقی رو راحت یاد بگیرید. آقای فراد.